هفته خبر تو خبر داره براتون از قمپوزای سلامی که به خیال خودش میخواد به بسیجی‌ها روحیه بده. جز ترس و وحشت را به خانه‌های دشمن فراری دادن راه دیگری وجود ندارد. میخواستیم در عمل به شما اثبات کنیم که رفتارتان را تنظیم کنید. اکنون هم میگوییم و میدانید وقتی میگوییم عمل میکنیم. مراقب باشید دوباره اشتباه نکنید. این شما و این هم تصویری از لشکر وارفتگان عمامه‌دار که قرار دشمنای نظام رو بترسونن. خامنه‌ای گوش به فرمان توییم، خامنه‌ای خامنه‌ای ما اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ما اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ما اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ما اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد. البته 2 قدم بعد خالیباف بند رو آب داد و معلوم شد این قمپوزا سوتی در تاریکیه و الان مشکل عظما اینه که نوچه‌های خودش دارن از ترس میمیرن. و نکته دوم برای قوی بودن این هست که ما نترسیم. نترس. از چی میترسیم؟ از یک دشمن بزدلی که گیرم تجهیزات امکانات هم داشته باشد، که گیرم تکنولوژی هم داشته باشد، که گیرم هیچ خویی از انسانیت و شرف هم نبرده باشد. چرا باید بترسیم؟ ولی با این حال به جایی نرسیدن و الان حتی از اسم فضای مجازی هم به تته میافتن. مراقب جنگ روانی باشی. در جنگ روانی بدتر از جنگ رویاروی دشمن است. جنگ روانی دروغ هاست. اگر بیدین خبر آورد چشم و گوش بسته نپذیرید. اگر یه خبری تو این فضای مجازی بی پدر مادر، من فضای مجازی خودی ها رو که بی پدر و مادر نمیگم، فضای مجازی که اونا خط میدن تأمل کنید تا از منبع مطلعی نشنیدید آن را باور نکنید. خلاصه که عظما خیلی دست و پا میزنه تا نظام لرزونش رو حفظ کنه، اما چنین سرنوشتی در انتظارشه. علیکم السلام. سلام علیکم و علیکم السلام. خبر تو خبر. حالا بشنوید از این بزبز قندی که این دم آخری تازه یادش افتاده از این خالیا ببنده. امروز تمام دنیا دارن میگن هم غزه هم لبنان و در رأسش میگن ایران. ایران الان خیلی تو دنیا احترام پیدا کرده. اینو من با اطلاع دارم میگم، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، حتی کمونیستا، از بود از سراسر جهان همه میگن که امروز انقلاب اسلامی شده ابراهیم زمانه، تبر برداشته و با نمرود درگیر شده. دعوای موسی و فرعون امروز اینجوریه. بعدم آخوندای دزد به اسم لبنان اینطوری پول به جیب زدن. نزدیک 100 میلیون تومان پول حاج خانم به ما داد صلوات بفرستید. آقای دکتر به شماره کارت نداریم. حاجی اینو بدیم فعلا، این ما اینو دادیم. این هم نمونه ای از واکنش ها به عظما و نظام در عمق استراتژیکش. إيران وينك يا إيران؟ نحن ندعم، نحن نفعل، نحن حرقت القدس
حرقتوا لبنان، حرقتوا شعوبنا. وين الحرس الثوري الإيراني؟ وين فيلق بدر؟ وين جيش المهدي؟ وين زينبيون؟ وين فاطميون؟ وين لواء القدس؟ ليش ما عم يجوا يآزروك؟ طب ليش ما عم تناشدهم يجوا يآزروك؟ اللي بايعك هو الإيراني، لا تخجل، خلص قول الإيراني باعك، لأن كل العالم صارت بتعرف إنه الإيراني باعك. عظما توی این مدت خیلی جست و ادا اطوار اومد، اما آخرش کله کرد. ای بنازم خبر تو خبر. انگوی زرشکیان که مثلا میخواد ویترین دولت عظما رو با این بیمزه بازی ها تزیین کنه. بیار بالا نخوای خمشی مادر، حیف قد بلندته بخوای خمش کنی. این حس مادرانه است دیگه، چیکارش کنم؟ مادرچه هرچی نداری صداقت داری. سلامت داستان کشمکش بر سر ظریف هم همچنان ادامه داره. ببینید طرف چی از زرشکیان رو کرده. در جلسه دیشب برخی از نمایندگان از آقای پزشکیان سوال کردن در مورد همین قضیه آقای ظریف که چرا ایشون رو برخلاف قانون منصوب کردید. ایشون استدلالی که کرده واقعا جای تأسف داره. آقای پزشکیان برگشته گفته که ما آقای ظریف رو آوردیم توی دولت که تبدیل به اپوزیسیون نشه. واقعا باید بگیم جای تأسف هست. یعنی ملاک این که کسی رو به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب بکنن بر مبنای این نیست که طرف صلاحیت این کار رو داره یا نه، آدم شایسته‌ای هست یا نه. با این دیدگاه آوردن که طرف تبدیل به اپوزیسیون نشه. جای تأسف داره. قرار بود ظریف برای زرشکیان تخم دو زرده بکنه، اما ظاهرا وضع خرابتر از این حرف هاست. حالا بشنوید از یک دروغ ترکیبی از این دایناسور قالتاق که میخواد دزدیاشو اینطوری ماسمالی کنه. حاج آقا ماجرای سفر شما به انگلستان چی بود؟ چرا روحانیون باید برای تبلیغ به خارج از کشور برن؟ برای اینکه ما مأمور برای تبلیغیم برای کل دنیا. چه حساب به ایران که نداره. نه چون صراحتا مردم سواله که هزینه این سفر رو از کجا تامین می‌کنه؟ خودشون میدن هزینه. مردمیه. نه بله. همونایی که دعوت میکنن را هزینه رو میدن. بله. حاج آقا یه سوالم شرمنده، این اعضای خبرگان حقوق میگیرن؟ ابدا. اینم نمیدونم حالا. حالا این بین مردم ابدا. ما هیچ حقوقی نداریم. گاهی از اوقات آخر سال یه هدیه میگن مثلا یه چیز مختصری، هم نه اینکه چیز زیاد. این هم وضعیت صندوق‌های صدقه توی نظام ولایت از زبون کسی که یه دونه از اونها رو خالی کرده. آقا جون مادرتون یه 4 تا دهی پنجی داخل این صندوق صدقه بندازین. من رفتن جون دادم، بدبختی همش دویی انگار 15 سال پیش دزدی کردم. وقتی نوبت حق ملت میرسه آخوندا اینجوری مو رو از ماست میکشن. No. این یکی هم همه چی رو ول کرده چسبیده به کلمه همت. همت رو ارزشش رو 50,000 میلیارد تومان تو رو خدا کم نکنید. همت تو ادبیات فارسی و عربی و شهید همت ما انقدر ارزشمند هستند که برادران اقتصادی هستند در کار اقتصادی کلمه همت به کار نبرید. تو رو حضرت عباس بگویید 1000 میلیارد تومان دیگه قسمتون. دو کلمه هم از زبون این قاتل عمامه‌دار بشنوید که روی چنگیزخان رو هم سفید کرده. ما اگه تو خواب غفلت باشیم ما رو دور میزنن، هضم میکنن. یعنی الان 42,000 نفر کشته شدن، بیشتر از اینا هم بشه.
نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلامو به دار بکشن و همه زنان ما هم به اسارت بیارن. برای رسیدن به مقصد میارزه. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به تیوی ریش بزنیم. مزاحمت میکنه. من عذرخواهم دیگه، برنامه زنده است و خانم ها هم بیشتر نگران هستن ولی آزاری نمیرسونه. شما ادامه بدید خانم دکتر. من عذر میخوام یه لحظه. بله بیا، خیلی عذر میخوام. بله یکی از موارد مهمی که من اینو سرگرمم. تدابیر فصل پاییز خوبه که بهش اشاره بشه، در کنار تغذیه یک سری کارهایی رو داریم، از جمله تحت عنوان اعمال یدآبی مطرح میشه. ماساژ و روغنمالی بدن با روغنهای گرم و بادکش‌های گرم از چیزایی که میتونه تا حدود این سردی و خشکی پاییز رو اصلاح کنه. من عذر میخوام. بیایید. بفرمایید ادامه بدید. البته ببخشید دیگه. چه بگیریم؟ بله چشم. من ببخشید دیگه، برنامه زنده است و پیش میاد از این مسائل. ربطش خانم به نظرم شما ادامه بدید، من اینجا مشغولم.